حالا یه نکته دیگه بگم. استاد دورکی پرسیدن که عرفان حقیقی چیست در 2 کلمه. از نظر این حقیر، البته خصوصی به خودتونم فرستادم، اینجا هم عمومی میگم، از نظر این حقیر که افتخار آشنایی با شما رو در این سفر در زمان پیدا کرد جناب افشاگر زمانه، از فرمایشات و آموزهای خود شما، برای همین بهتون میگم استاد من یاد گرفتم، یا بهتره بگم یادآوری شد به من که عرفان حقیقی در 2 کلمه یعنی ظلم ستیزی و عرفان جعلی در 2 کلمه یعنی ظلم پذیری. اگر با هر مرامی که داری، در هر دینی که هستی، در هر جایگاهی که هستی، شما ظلم ستیزی در هر زاویه و اشلی، چه ظلم مادی، چه معنوی، چه اخلاقی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه قانونی، فرق نمیکنه، چه طبیعت، فرق نمیکنه. اگر تو به ظلم ستیزی رسیدی، بله تو عرفان حقیقی رو دریافت کردی. اگر تو ظلم پذیری، هر روز 10 بارم دل راست بشی، کربلا بری، اون ور بری، عرفان حلقه بیای، اتصال بشینی، حرفای قشنگ بزنی، نمیدونم هر چی کار معنوی هست تو دنیا انجام بدی، میلیون ها میلیون به این و اون کمک کنی، خیری کنی، مسجد بسازی، مدرسه بسازی، بیمارستان بسازی، دست اینو بگیری، اصلا کاری به اینا ندارم. ظلم پذیری، پس شما در مسیر منفی هستی. تموم شد، 2 دسته بیشتر نداریم. برای همین میشه شهید، میشه شاهد واقعی، کسی که در مقابل ظلم ایستاد. و ما در طول دوران گذشته هر آنچه که داریم بررسی میکنیم میبینیم هیچ عارفی نیست که این گردنش رو نبریده باشن، پوستش رو نکنده باشن، آتیشش نزده باشن، به قتل نرسونده باشنش. خب اصلا معیار تشخیص حق به نظر چندان سخت نبوده. واقعا چندان سخت نبوده. نگاه کن ببین آیا ظلم ستیز هستی؟ ببین آیا وقتی یه ظلمی میبینی اعتراض میکنی؟ یه حقی ناحق میشه راحت میشینی؟ راحت عبور میکنی؟ یا اینکه نه حاضری بمیری ولی اعتراض بکنی به اون ناحقی، به اون ظلم؟